خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم سخت‌ترین چالش ممکنی که میتونیم داشت میشه من نکن. آره سخت‌ترین چالشی که میتونیم رو بگیریم با دد اونر. بله این داشتمون که مرده عملا وجود نداره و چالش اینه که اگه دمیج بخوریم دمیج میخوریم و میمیریم دیگه، تموم میشه. یعنی عملا نباید دمیج بخوریم. دمیج بخوریم گیم تمومه. دمیج بخوریم بعد لیو بدیم و اینو اومدیم تیرکس ماین بگیریم که یه بمب اتم عملا داخل شاپش وجود داره. قبلش ریکورد نکردیم نشد اصلا هم سرورش بسته نبود همه رو کیک. نه آقا تیرکس ماین به نظرم بهترین بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. ببینش فکر کرده ما قرار شده هم تیممون بود. ببین دقیقاً سوال خوبی بود عزیزم. نکن باید بو بگیریم یا فاربال. عملا ما باید فقط ران بدیم مگه اینکه بخوایم یه جوری پی وی پی کنیم که هیچ غیر ممکنه. آره بدو که ول کن، ولی من یه دقیقه یه گلدن اپل هم بگیرم و یکم بلاک بریم. من خواهم دمیج بخورم. تو بیریجو بخور که یعنی بیریجو بزن. کجا داری میری مردک؟ فرار دارم میگم بکردی بدشو بزنی. من نباید دمیج بخورم، هم نباید بخوری بامون. اومدیم با مچ دوم و نه اول آره اول. آره اصلا هم مچ اول این سگ نه. خب آقا ما الان تنها ایده ای که میتونیم پیاده کنیم اینه که فرار کنیم. خب ببین الان ما فقط باید فرار کنیم. کجا میری دلق؟ میگم باید فرار کنیم. میره اونا پناه ببریم. مردک روان برو فقط الان وید. آره وید شدن که دمیج به حساب نمیاد. پس فایروال میذارم. چی؟ حاجی ببین بلاکر رو پلیس نمی‌کردم ریمچ میشد. فقط ما باید رام بدیم. چی اومد قشنگ؟ خب ببین آقا الان چیکار کنیم؟ نمیدونم. خب بریم پایین بازرگانی ببینیم. منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار نکن اونجا که اصلا قرار نیست دمیج پس من ترجمه فورج بگیرم. بیا حاجی فقط نکن. ببین نگاه کن، فکر کردی چرا رفتم میدل من چیزی گرفتم؟ پانچ بو قرار فوش بخوریم. اصلا واسه من چرا گلدن اپل خریدم؟ اون که قراره دمیج بخوریم. من 5 تا امرالد دارم. به تخمم اینم داداشمه، به تخم اونم هست. حاجی از رو بدمون پریدم نزدیک بود یه دمیج بخورم. ببین یعنی حالا فکر کن ما این همه مثلا چیز کردیم دمیج بخوریم حاجی. پوشو میکش. خب ببین الان به چه تیمی راش بدیم حاجی؟ به چه تیمی راش بدیم؟ راش نداریم مجبور باشیم. خب احمق تو چرا دایمن؟ مگه تو قراره دمیج بخوری اصلا؟ بیگ برین تایم. الان حرکتی که من میتونم بزنم اینه که بریم میدل بریج چرا بریج بول اومد حله حاجی حله بذار بیاد بابا. چرا مشکلمون چیه اصلا؟ اینها حله حاجی. بابا چرا داری میری بالا احمق؟ من کرش بلو وایت شد. من وایت شدم بچه‌ها. دمیج نخوردم حساب نیستش. اوکی حاجی من کرش کردم. پانچ بو از دست دادم حاجی. من ناراحتم، من قهرم حاجی. دقت کردی با یه دونه فایربال دوتا بلو رو به دار فانی پیوندوندم. ما داریم سخت‌ترین چالش بدوارز ممکن رو میریم. دارم صدای دختر 2 ساله در میارم. یعنی چی حاجی؟ خب بذار من دختر رو سال دوست دارم. مردک احمق ما مگه قرار دمیج بخوریم؟ من حالم خوب نیست بابا. حاجی این کیه؟ من اومدم باجی چالش رو بگیر. حاجی هنوز وایت به ما راش نداده. رفته ردو حروم زاده. نه حاجی وایت رفته ردو بزنه نیومده ما رو بزنه. دقت کردی به این موضوع؟ نزدیک بود دمیج بخوره. قاقالیلی خنده بودم بابا قاقالیلیاتو بده به بچه همسایه بیا اینجا. خب حاجی نکن الان
من اوکیه دوباره پانچ بو رو خریدم آجی حل منو نگاه کن ها بیا گل حاجی مواد بذار بکشیم بیا اینجا بکش سیب میخورم. زاده وین بودیم گیم لعنت خداوند بر تو باد آجی یه فکر رسید بزنم چیه؟ بریج بزنیم سمت عقب برسیم به زون. خیلی اوضاع خیته. آقا ببینید اومدیم با مچ بعدی خب و مچ قبلی اصلا حساب نبود یعنی ما عملا هنوز وین نشدیم چون یه دلغکی که نمیدونم کی بود به من فایربال زد حاجی الان دیگه جدی بیا وین شیم حاجی ناموسن ببریم این دفعه دیگه دمیج که خوردم این مپو نباید میومدی بدبخت شدی مهین $5 شهید $2 اقدس $11 گل تو بده من یه چی بکشم دور بده گل بده آجی برا کجا داری میری احمق من الان حاجی ببین حرکتی که ما بزنیم اینه که بریم فقط دهن سرویس نزدیک بمیرم حیوان آزاری ببین داداش نگاه کن الان 27 دقیقه است داریم گوه میخوریم میشه ببریم گیم حاجی بیا جدی دیگه اینو وین کنیم اینو نمیشه امکان بابا میشه به خدا میشه همون مچ اولم میشد اینم از امرالدو برای بار 1000 داداش میدونی من چند بار امرالدو رو اینجا برداشتم من که بلاک لالر کراش کردم دمیج نخورد به تخمم اینم داداشمه به تخم اونم هست این بارو ببریم خب ببریم نه نه چرا وقتی شده بیا ببریم ببین بهت چیز میدم یه تیتاپ میدم که روش نوشته خیارشور نظر چیه حالا Hello? Yes, pizza calling? I'm coming. دمیج خوردم پوفیوز خر ریمت نمیشه الدی پشمکسه کو پشمام حاجی یارو لیم ببین یعنی نحسیان ازت میباره حاجی Daddy, chill. تا به یاروی درجه 20 اکس خور از زندگیش آقا راش بده آقا بی خیالشیم ببین نکن این دفعه رو ببر خود دیگه راش نده نه یعنی بریم بابا بریم فقط بریم آقا فقط ببین باید همه امرالا رو جمع کنیم وای گو خوردم بریم فقط بریم حاجی بریم امرالا رو برداریم فقط وای حاجی یلو اینجاست خب یلو حاجی یلو داره حاجی من دارم تو دیوار میشم کمک بیا کجایی مگه یا خدا آقا میشه وین شیم یه دور میشه لطفا جان ما ببین الان یکی اسمش میسا ها دختر حاجی بریم من چالش کنسل آدی بریم دختر الان مثلا دیارو رو بیاری وایس صداش اینه چیه داداش حرفی داشتی بیا گلک ریدم دهنه باید ما وین شیم من نمیدونم البته این مفهوم که بله نمیدونم ولی باید وین شیم نمیکشم به خدا من نمیکشم یک
من نمیتونم. نمیشه به قرآن نمیتونم. اون فایروالو اعصابم نمی‌کشه. اگه اون فایروالو یه نمیزدی قهوه گذاشتم کنارم فقط سر این دارم میمیرم. سر فشارهای تو دارم آه. اصلا نمیکنم. لیوی که دادی عالی بود. خب کارم بعد دارم قهوه رو با یه آب خنک میخورم. بیا لابی 5 بیا لابی 5 نمیاد. خب دوستان خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر دیدیم و من یه دونه مچ رو وین میکنم با این چالش الان میذارم. اوترو بگیریم. بیا اوترو بگیریم. اوترو نمیخواد داشت همونجوری بگه همون پشت هستی اوکیه. صبح روان براتون مهمه لطفا این ویدیو براتون نفرستید. لاک نکنید. آقا ببینید نه جدی بچه‌ها دیگه واقعا من یه دونه مچ میذارم تا این ویدیو که ما وین شدیم چون بچه‌ها واقعا وین میتونستیم بشیم اصلا یعنی چالش سختی هست ولی نتونستیم و خب من یه مچ میگیرم میذارم که آقا من وین شدم و خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر دیدین و خدا نگهدار تموم شد بریم سیک کنیم دیوانه شدیم. خب دوستان اینم از اون مچی که گفتم بریم بگیریم و وین شیم بدون اسپکتمونه داخل وایس هم خب حوصله پله دادن نره پس ما خودمون وین میکنیم. به به الان خوب مثلا همین الان دمج بخورم ببازم چوز سگ میرم خب خستگی دارم میمیرم. اوکی همینجا AFK بنازم کاش من باش بنویسم. خب شارژ فوری نداشتم ولی خب بچه من به این گفتم که چالش دارم و وین شد. خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر دیدین امیدوارم لذت برده باشین و بای چی؟ آقا چنل منم ساب کنید رسیدم. آقا چنل اینم ساب کنید آقا. منم ویدیو خواهم بود. آره در آینده کامینگ سون آقا چنل اینم ساب کنین و خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر دیدین. بای بای.